نداره خبر که از فولاذ دل ما نمند یکی ای خدا دیگل ما نشنه صدا که از ما هرچی کنم بای یکی ندل سیم ولایی بوه تنگ مجاهلی بیرا خدای زمان سغم به دل ما نبی نشون نه درد جدایی نه گل زمودی نه کس بی وفا بی نه چین و مبی بینندگان عزیزمون ما هم تازه از کارخونه زدیم بیرون و امروز هم انگار هوا خوبه ولی روزا همچنان کوتاه همین زود شب میشه و فردا شبم که شب یلداست و باید که فردا به همراه لیلا و زهرا بریم تو خیابون یه سری خریدا انجام بدیم برای شب یلدا و اینکه به امید خدا کم کم تدارکات ببینیم برای روز عقدمون. حالا نمیدونم ما چون دفعه یه درسی برامون شد که دیگه اصلا کسی رو دعوت نکنیم ولی خود نمیدونم بریم تو خونهمون همینجا تو همین خونه‌ای که توش اجاره هستیم یه عاقد بیاریم اینجا عقدمون کنه چه سر صدایی هم نباشه یا اینکه بریم تو شهر تو یه محضر چون هم باز کسی رو دعوت نمی کنیم بی سر صدا یه عقدی انجام بدیم. حالا نمیدونم به نظر شما ما باید چیکار کنیم؟ بریم تو شهر یا همینجا تو خونه یه عاقد بی سر صدا بیان عقد انجام بده. حالا تا ببینیم چه کار میشه که فقط یه جوری باشه که اصلا مادرمون بوی از این قضیه
میشه اونجا. اما دوستان تو جایی که الان ما اجاره هستیم بخوایم سر صدای زیادی را بندازم یا اینکه بخوام مادرم رو پشت در بذارم بمونه هی در بزنه، همسایه ها میریزن بیرون، زشته. چون اینجا همسایه زیاد داره، همش هم فرنگی هستن دیگه. سر صدا بلند میشه اونم با اون صابخونه تماس میگیرن، زشته. خلاصه ما دیگه جایا نداریم بریم الان، در حال پولی که بگیم داشته باشیم بریم یا خونه بگیریم تو شهر یا جای دیگه هم نداریم. فعلا مجبوریم اینجا بسازیم تا این چهارپیما رو بسازیم تا ببینیم چی میشه. و دلیل این که هم مادرمون رو زود در بهش باز میکنیم اینه که در همسایه خبردار نکنه، زشت آبرومون بیشتر از این بره. یه خلاصه ما میامیش داخل تا این یه خورده جوشش و زرد توشش سرد بشه، بعد بندازیمش بیرون. چیکار میشه کرد؟ فعلا تا ما عقد کنیم اون مدرک ازدواجمون هم نشون مادرمون بدیم که دیگه متوجه باشه که ما من و لیلا دیگه همسریم، زن و شوهریم دیگه، دست از سرمون بردار اینجوری. حالا با محسودم که نمیشه هماهنگی کرد، میترسم مادرم متوجه بشه. حالا تا این شب یلدارم ما بگذرونیم، به امید خدا ببینیم چه کار میشه کرد. خیلی ممنون از همراه‌های عزیزمون که ما رو همراهی میکنید و با دعاهای شما انشالله که همه چیز زور بشه تا ببینیم چه کار میشه کرد. سلام. لیلا خوبی؟ خبر؟ سلامت باشی. خوبی سلامتی؟ زهرا این کارتونی سری کنی؟ زهرا لیلا واسه سر رفتی؟ زهرا واسه سر عزیزم؟ ها؟ یا خوشی هایی؟ قربونت برم چته؟ ها؟ خب لیلا چه خبر؟ چیزی؟ خیلی آزایی یا؟ ها؟ چطوره بهتره یا چی؟ بهترم. حال بهتره؟ خدا شد. خب خود بشید خب چه خبر ده؟ من مادر نومه زیر ده؟ نه رو نومه؟ خب خدا شد. خب نه ای خدا، ای امرو خسته و رو میدم. امرو خسته شدم دیگه. خلاصه روزا هم که خیلی کوتاه شده دیدم. فردا شبم شب یلداست. باید فردا صبح زود یا تا بریم تو بازار یه سری خریدا انجام بدیم و اگه تونستیم حامد و حسین هم بیایم پیش خود جمیل شب کنار هم خوش بگذرونیم و شما دیگه تا فردا فردا دیگه باش خوب میشه درست میگم؟ آره بهترم. خدا را شد دیگه آماده شد تا یه شب یلدار که انجام دادیم یه عامل
یا بیایم همینجا 20 صدا عقل کنیم یا هم این که بریم تو منظر بریم تو منظر اونجا عقل کنیم اما کسی اصلا متوجه نشه دیدم فقط من و تو و زهرا و همون عاقد دیگه کسی نیاد میدونی چی میگم؟ آره دیگه اصلا کسی نیاد چون اگه بخوایم دعوت کنیم باز مثل همون سری قبلی بود که مادر اومد باز همون جوری میشه تمام یا عاقد میاریم همینجا یا اینکه میریم تو محضر دیگه همونجا مدرک عقدمون رو که نشون مادرم بدیم خب شاید دیگه با واقعیت کنار بیاد یه دست از سرمون برداره سلامت باش دیگه خلاصه نهار نه نخوردم ازم سلامت شون نهار نخوردم چی درست کردی؟ برنج درست کردم بچه‌ها. عزیزم بیارش برنج با کباب حالا سخت کاپشان بپوشم. اگه میخواد کباب کنی کاپشان تا بپوش هوا سرده یعنی اصلا تو ماشین اگه بخاری هم نزنید آدم نهارا شخصی کن ایچینی کینو کن کشیه ایچینو سیو میخوام کشی ایچینو تیکم تیریسه بزنش مریسه عزیزم ها عزیزم خب شهرها شهر کردیم باز که نوسید چنه؟ چو؟
عزيرو الزوم سعرة تسكني عزيزم هنا را سكني الله يا سحب هنا راسكو قربونت برامو تو يا هنا Sarah, see you. Sarah, see you. Sarah. Sarah, see you. Miss, you. Tu m'as vu, c'est. Miss. Yeah, Mish. Cut. Yeah. Finish. Sarah, yeah. Cut.
اوکی بشام اینجا اختار زیاد نکن میلا بناراتی بای چه خبر؟ چی دینی؟ بیا ولش که بیا بشی بیا بیا بشی نه بشی بشی چه خبری نه تو گفتی چی کنی خمو؟ ای عقد برم آقد بیان همینجا آقد بیان همینجا یا نظر تو که نظر همه جا دوباره تنظیم میکنی که تنظیم میکنی همین سیدی لرمه نزنی در چه بگم آقد بیان همینجا کاری که بین با مخالفان خودی که نه میبینی؟ چشمت اومدن بعد اینو چشی؟ چشم دقیقه چه میزور بچه اینو کنم چشم؟ نه آب چش کنم چشم؟ نه زور این خیلی تصف میدیم؟ یور ازنیور نه اینو پشت بلوره چشمت؟ پشت ستون ها تو نشستی میتونی سفایی حتی چه چردی؟ سلام چش؟ نیته نیته یا نبچه چی؟ بچه چشمت؟ یک دو سه مالا که آزیرو میخواهد چشم بگم یا مثلا یا تونتی داره از گیری بر خبرش نمیدیم تون داره از گیری بر انچه یک سی بیسر شیزنو چی ده اصلا بهتره که نگره راه خواه بچه دهنی رو بچه خیلی دوازه نیچه مثلا همیشه بود که به چهرم بود و خامسه همیشه دیدیم همه چه خبر؟ بعد ثانیه دو چه خبر؟ الان چه خبر؟ چهره سواش سوق زیزی سواش سوق زیزی ولی استابرین استابرین یه خورده خیلی دنزام نیستی فردا شب که شب یلدایه انشالله هم توی آسا بیانم یه بهومی هم دلیلا ایوا بتنیم حسین و حامد بیوریم خیلی خوشی گذاره سیزارا خیلی خوشی گذاره بلشون ها نیلشون دوشن پاسه برشون شهر دوزی نه داشت مادر عزیزه خب چای دار بوده خیلی عروف تا اون تیشو آسان اونجا نه؟ خب بفرد لعب کنم وقتی ایسی؟ بید اما اشتباه کرده بیا ایره با میشه میزا؟ مامان سلام مامان سلام ما هم فردا بریم تا لردگون خورده خیلی دمزامی سی شب یلدا
مامان مامان مامانی مامانیو مامان چه خبر؟ برای سفره که باید مامانی خرکو پتی لیلا سفره برای زهرا تا بیار همین زهرا من آشپزخونه سفره چشم خیلی ما بسته چشیش؟ ها چی بیدیم بیارم بخورم مامان سفره ببر قربونت برم بیار دستتون مامان سفره بیار میزا میخوابره ماش میخوام بیار میزا بزرگم بیار دور بیار زندگی بیار دنیا بیار Mamãe, e se ninguém com isso vai ter dado? Hã? E se ninguém com isso vai ter dado, né? Não, você. Ah, por três papadas. Ah, não. Mamãe secou? Já secou? Vamos sim, panos. Não, fresco. Então, خدت کنی. میتونم خب بیا بشقابم با ازو خب بسیارم موانتونم بیار زهرا مرسی خواهش میکنم عزیزم شهریرم شهریرم حیاتش شهریرم خیلی خوبی میدانم انشالله چایلت نامو دستان بشورم شما پیاز و مختلفات رو مالی کنید بعد پیاز این چیز که پیاز Vedete tomure, Julia? Vamos ver. Você não vai Se olha. Olha mais. Mamãe do mais. Mamãe do snedoli. میخوای؟ من عادتون دوست ندارم زهرا سفره بچه دیگه دیدم خب زهرا زهرا ایتنو Met شو زدا؟ الان زشون تسیتی قد پیاز خام دوست دارم نه کم بیارش نه؟ یا ساعت چی میرسی؟ بگیرش اینه بیار رو بخور بیای زوده های تو
مخالفات چیش جایی خیلی خوش بدن؟ آره عزیزم برای شما در نکنم من دوست دارم منم برات درست کردم آره دوست نه یه بوقت گذاشته دوست داری نرشته بود ما درست اختیار داریم به هر چی بگو هر چی که دست شاکر. یه خم بکنم دارم پس میام سامونم بیا خواهی چی کنیم؟ میشه یه بایستم یه ساعت موست خدم رو یه چیزی رو چی هست آقا خیلی؟ شما غذا تا بخوام من خودم آبش بدم بیا قربونت دارم بعدا دوم از خیلی خوب بعدا روزا خیلی کوتاه میرسن مثلا ما صبح زود شما خون کارخونه بودن از چه کار کنیم چه زماده یا عزیزم بودن از چه کار کنیم که اصلا اون بیرون تعذب کردم بیرون شروع بیرسن خیلی روزا چیزا بودیم یا فردا صبح زود بریم مثل یه خرید انجام بدیم و هم یه خورده خب بعد نام چه تا بار بدن زنه آسش سر علی تا فردا پا چند بریم شهر بازی؟ سوار شهر بازی؟ دیده چی جوری بست؟ اصلا دیده چی خواست برو شهر بازی بابته؟ همه که این مادری ما اصلا دیده میگه دیلم نمیشه بسه چی سنگی است بسه این همه هم میام به تقاضا بزنه بیا بیا تقاضا بزنه برو تقاضا بخواه چطور؟ قرد چه دام؟ اوکی؟ او مدام؟ خدا بخواه ندارم چطور؟ ها؟ بیا به قلب بای بیا بیا عزیزم بیا ماهی بخواه دو خب بیدا زنه خوش ما خوبه خدا بخواه کنم گفت بچه خوشی هایی نه خوشی ما چه بزانی خواهد چه خوشی
غذا خوشمزه بی دست بدن ولی زهرا که خواب شیمه قشنگ غذا نکرد اگر بخری بیشتر ایت ساس بسنم حالا دیگه بودیمش بخیره داشت به دوتا گوش کرد برشته برنده اصلا گاز چی داغ بود تا بیداروی بهش بده بخوره گرست نشه فقط خوابش اومد یا ساعت دیگه یه وقت خوابشون بیاد یه ساعت ترشه و روز اینا براشون مهم نیست درجا میخواد یه اینو نمیگه اینو نمیگه اینو نمیگه اینو نمیگه خب یه فیلمی میخواد بیا من خواهم نگاه کنم شما یه چه میتونید درست یا خودم درست کنم؟ آدم درست میخواد یا برو بشید تمام شده درست نه برو بشون یا تالا باز درست خود نشده ها؟ نه بهترم مطمئنی؟ خب من بیکام همه خصوصی فکر چه دارم این سنرو خیلی ازت شده نه بابا آزیت بیکام Marco.
اگو سلام کیو بس تو در اگو لکم نسامنی نه بخیرت نیزنیش ها نه بخیرت نشکنی باید در آسمان کندی ماتم ایگو خبر بکن اون ساعتی بشم استفیدم که هماشی ببینم من نگارم سرعت بیاوازی خب برشم بچه خوی بخواب بس کاری چه خب سلام دادی سلام بس چه دادی که بس چه دادی که برو برا بس چه برو برا چه دادی که بس چه بکو اینا بس چه دادی بچه رو بیاش شدی بس چه دیاوش بس من یارم چه دیاوش بس چه بیاش چاک نه بس تو گناه چرسی ها تو گناه چرسی سای بس بکو برا ای سلام دادی که سلام بیاوزی سلام بیاوزی سلام بیاوزی برو برا برو برا سلام بیاوزی چند نگم بکو برو یه بار ایگو سلام دادی برو یه نه بیاش کن کو یا بیاش کن سلام بیاوزی بیا وایستا بکو شات کسات بیاوزی کسات کسات دادی ما کسات دادی که بکو 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 برو حتی کنم درم سوال خبری من سه سلاشتی که چای سوال کنی درم سوال خبری کنی برو دای سیانی کن برو دای برو دای کار نه بوده کار کردن نه ده بس ده دستمون بردی نه چه گفتم مجرد بکو برو دای برو دای برو دای برو دای چانی کن آقا من دوشوی نامه بچه درداشتی برو دوشن نبارت تنظیم بدش کی تو آقا سنت تیمونه بدش کن برو دای چه وی صوت کن بزی بزی میخوام بزنم سه چه باشی گوشه در ده بسته در هرچی روزه Let's go!
برادر تو چه خیلی؟ بیا برادر سلام. برادر میرم. برادر میرم. پیدا سلام. داری میرم. سلام. بری چطور چه؟ من نمی‌تونم فکر کنم. من نمی‌تونم فکر کنم. بری من نمی‌تونم فکر کنم. من نمی‌تونم فکر کنم. برادر چطور چه میرم؟ بری دستیاریم. میرم. همون زنی که دوستی سپورت خوبه بری بری از روز زندگی نسیم ساعت نمیگیره بری بری تا قصد من بیدیم بیا چطور چه؟ بیا بشی چطور چه؟ چطور چه؟ آشقالی به تفاهم خونه خوردی جلده نمیزن قصد من بیچه خوابی باید کمک کن برا برادر 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 یکی کن برا برادر 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 کوسا درد اومد کن برادر تیگو کن برادر برادر تیگو برادر نداشتی سلام درد مدیرم وای دست لغام بخست و برام مادر تو تا چه خشمه مادر به تو سری که من رفته ماما بیمونه آی لیلا تو رفتی داره واسطیسیش تو را مادرت بدتری لیلا روی اگه یه داده مادرت ای کارچه دست بسه میجرم ایران بیازانی نه خسته و با مادر حالا ما یه روز بی مادر زندگی نچه لیلا روز زندگی ما عذاب زنده لیلا چکن اگر دست باز نکنیم خب کسی همسایه یا بزنیم بیرون آبرو بریزی و اصلا افتضاح بوده خب بچه کنیم ما به خاطر چه مثلا در راست چه دارم خسته و بیرم با مادر هر روز زندگی مثل مرزیتی کنه مثل تازه و خورد بیای سلامو کن لیلا لیلا ما چاره نمیدیم لیلا چکو داریم دست این مولی چی؟ ما چاره نمیدیم لیلا چه لاپا و بیرم دست این مولی من خسته و بیرم با مادر در روز رو بیرم زای لیلا نیازم به مادر دستیتم چه خسته و بیرم باش یه دم پا بشکنه یه دم عروسی مونه بکنه یه دم هر روز یه چی کنه لیلا آنچه ایگون ایمان چاره نمیدیم خب ایمان چاره نمیدیم خب بذار یکی
تا خیلی چند ساله به زدی کشید این 2 ماه 3-4 ماه هستن همش 4 ماه سب من آرام فقط باید زرد بچشم الان 4 ماه سب 4-5 ماه سب دیگه چه؟ گفتنی دوستان سی؟ نه اون تعذیت شده در هفته یه بار 2 بار مصرف کن من یه جای خواهی میکردم مادر تعذیت هم جد مادر دیگه زنی پیدا شدم هیچی رو درستش نیست کو یه چند وقت تحمل کن خب سلام کن کاشی نمموزه زندگی کرده نمموزه دلیل من زندگی چند نمیشه بله یه چند وقت تحمل کن خب تا خوب برم تا خوب برم اقلی خب به نظرم ایجو مردم ازدواج رو ببینید که خب با هم مادرت اصلا هیچ سرش نیوم هیچ حالیش نیوم فکر کنید لیلا اگر عقد کردین خب نه لیلا اگر عقد کردین خب زان خون داره دیگه نیاد حرف بزنم اگر عقد کنید داره دیگه نیاد خالتی کنم سی بچه ناراحته بچه من روزی کلافه چیدی یه چلوش چیدی نگام لیلا بگو چه بکنم لیلا چارت چنه اگر دیگه باید نزولی کنیم و طبعا انجامش کنم بخیم برای یه جای در جای نمیروریم بخیم برای یه خونه بخریم پیر نمیروریم چه بکنیم به نظرت؟ برای ما اینه چطور برگردیم که مادرت یه خونه نه و صاحبخونه تحویلش بگی به صاحبخونه من دست مثلا من بجا برای همون قار رو درست کنم من زندگی بخستو مثلا یه حرف میشتیم که نیترم بهتر از اینه که مادرت در روز بیامن اذیت کنی ماما لیلا تو بتا خون عقد کنیم و داشت عقد هم تحویل مادرمو بریم خب یه بار به مادرتون اذیت کنم چون به نیازم خسته بودم بگو چه بکنی همه پشت تو بیرام یه همه سیب خاطر تو زنجیر هم من اگم تو گناه دارم دیگه مادرت بیا اذیتت کنه بزنه هر فرد بزنه خاطرمو مادرت اذیت کنه لیلا اگر مادرم به خاطر تو مادرم چیزی به خاطر تو دنیا هم من اذیت کرد من راضیم مثلا این زین نزنه بگم چه؟ ایست تو ناراحت نبود بخواه کارشو تکنم فقط صبر داشته بود تحمل داشته بود این زدهایی که تو چشیده این در مقابل هیچی نیست لیلا یه چند سال پیش زاوی چشی خب الان که دارم پشت تو یه تاوان تحمل کن اصلا من بخواه مادر درتون هر روز گردت اذیت کنه من اذیت کنه بچه خواب بود یار بود خلافش کنه لیلا روی مقابل دارم خب تو فقط بخاطر موقعی تاوان تحمل کن خب اصلا هم ذهنت نزنه که مادرم بخاطر تو دارم یه همه تغییری بود اصلا من ذهنت نزنه دیگه گم چه؟ اصلا من ذهنت نزنه چون ما بخاطر تو حاضرم با کل دنیا بزنیم مادرم چه هیچ میخوام اصلا ناراحت نبود تا بچه گناه نهانچ مادرت بخاطر میبود چون که نیاد داره بچه گناه نهانچ بچه چه داری چه بند؟ نه چه بگم مادر دیگه قرار بود حق شو بدی که کلامو تو بمانی موتی تایی تحمل کنی این طابت ایسا طابت ها چکنه لیلا ما ایگم اون چیزی که دلخون تصور اکنم تخم ایگم که مادرم اگه سند ازدواج منو بتونه ببینه یه دستمون برداشت تازه که چه؟ که زن جستم سید؟ اگه
چی دیارته عزیزم؟ چی دیاره چی؟ نه عزیزم بچه زاچه دیارته؟ ها؟ زاچه دیارته؟ زاچه؟ زاچه مویچ سدسته؟ زده که بکسه تیمی دست من موری لیلا بری دست رو بمون بری یه شوی درست تا بخیریم بلش کن لیلا باید عادت کنی خمون که سه سال عادت کن خسته من شهر رو برم مادر بیرم واو بری از خمون بخیریم خمون چند روز آینده خیریم عقد کنی خمون تا ها سند ازلاف رو که ببینه ده مثلا کارمون آره نگاه می‌کنی اگر ما ازدواج کنیم سر ازدواج نشونش بدیم کارمون آره از اون دوباره بیارم